شفاخانه تقریباً 100 متخصص بلند اختصاص کار میکنند. در رابطه با وسیع مؤسسه آیهای کاری علاوه تأسیس داده شدند که به بلند برداشتن صفت خدمت رسان و وسیع کردن دایره خدمت رسان ها امکان میدهد. این شفاخانه قادر است که هر سال زیاده از 40,000 نفر را قبول و صحت کند و آنها طبابت های معاصر طب و شرایط براحت برقرارساز فراهم آورد. در وانه ریگ اساساً بیماران استیوخوندروز، ارتریت، ریوماتیسم، پالیارتریت تعیین کرده می شوند. برای این بیماران خود تراپی خوب و ثمرناک عمل می کند. در بیمارهای التهاب استیوخوندروز، ارتریت و مانند ارتریت، این پیوندهای التهاب می باشند. در حالت التهاب، پارافین و وانه سولفید گیدروژن خوب کار می کنند. پس از گرفتن سولفید گیدروژن، همه میکروالمنت ها توسط پست و توسط بافت ابده می شوند و در آیهای التهاب عمل می کنند. و سخن در باره کارمندان طب می رود. کار فخما متخصصان لازمند. و شما در این آگ کار می کنید. در این دکتر کاردیولوگ، دکتر ریوماتولوگ، نیوروپاتولوگ و دکتر اوزیست کار می کنند. عموماً ما دکتر، 32 کارمند طب و کارمندان تکنیک داریم. و اگر ما در باره تحقیقات سخن رانیم، در این آسایشگاه کدامش استفاده می شود. در این شفاخانه تحقیقات نفترن استفاده می شود. و نزدیک ما یک بلاک لازر خریدیم. این تازه‌کنی خون توسط دستگاه ها است. و ما آزان تراپی، دریناژ لیمفاف، نفترن دستگاه های داریم که طبابتش ندارند. فتابر موجود است. فتابر همرزه در ما از ساعت 8 تا 4 سحر کار می کند.